درود دوستای خوبم، هنگام هستم. آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم چی درست کنیم با هم دیگه. میخوام بادمجون کباب درست کنم. بادمجون کباب به شیوه ترکیه، یعنی بادمجون کباب ترکیه رو میخوام درست کنم. یه غذای خوشمزه است، ایرانی پسنده. ما خودمون خیلی دوست داریم، این طعمش مثل غذاهای ایرانیه. خب حالا ما میگیم بادمجون کباب ترکیه، بهش میگم پاتلیجان کباب، قیماlı پاتلیجان کباب، یعنی بادمجون کبابی که با گوشت چرخ کرده درست میشه. حالا بریم با هم دیگه درست کنیم، ببینیم این غذای خوشمزه چجوری درست میشه. میتونید با پلو سرو کنید این غذا رو، میتونید با نون سرو کنید، همه جورش خوشمزه است. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. بریم با هم دیگه این غذای خوشمزه رو درست کنیم. دوستان، برای درست کردن بادمجون کباب چیا لازم داریم؟ اول از همه 700 گرم گوشت چرخ کرده. خب من نیم چرب استفاده کردم، یعنی نصفش رو قلبگاه استفاده کردم، نصفش رو گوشت بدون چربی. یه دونه پیاز درشت رنده شده، یه دونه تخم مرغ. میخوایم بادمجون کباب ترکیه درست کنیم. 2-3 تا حبه سیر رنده شده، بسته به ذائقه خودتون. من 3 تا حبه توش سیر رنده کردم. اندازه یه مشت جعفری، ترکیه میشه مایدونوز. یه موقع اومدید ترکیه جعفری خواستید بگیرید، مایدونوزه. خوردش کردم. بعد ادویه، یه قاشق مرباخوری نمک، یه قاشق مرباخوری پول بیبر، یه قاشق چایخوری فلفل تند، یه قاشق چایخوری فلفل سیاه، یه قاشق چایخوری پودر زیره، یه قاشق چایخوری زردچوبه. البته اینو بگم ترکا زردچوبه استفاده نمی‌کنن بچه‌ها، زردچوبه رو من خودم اضافه کردم این بهش. حالا اینا رو حسابی ورزشون میدم. خب بچه‌ها، اندازه 5 دقیقه حسابی ورزش دادم. حالا از هر کدوم به اندازه، یعنی از موادی که آماده شده، اندازه یه دونه گردو. خب دستم مرطوب میکنم که گوش نچسته به دستم. قشنگ گرد کنی تو دستتون. میگم اندازه یه گردو هم خوبه، فرنیز خیلی بزرگ بشه. بعد به این حالت گرد همه رو به همین حالت شکل بدید، بذارید کنار بمونه. من همه این مواد گوشتیم رو این بخش کبابشه این آماده میکنم، توی بشقاب میچینم میذارم کنار. خب دوستان، من نگاه کنید کبابامو آماده کردم. حالا اینا رو میذارم کنار، یعنی میذارمشون توی یخچال تا بادمجونامو آماده کنم. بادمجونامو توی آب نمک خوابوندم قبلش، همه رو آبکش کردم. بعد پوست کندم، نگاه کنید حلقه حلقه خورد میکنید. بعد توی روغن داغ همه رو سرخ میکنم. اندازه‌ای که میخواید، اندازه 1.5 کیلو بادمجون تقریبا لازم داریم ما برای این غذا. حالا من اینا رو میذارم دونه دونه، همه رو سرخ میکنم. بعدش هم بقیه کارو با هم دیگه می‌بینیم. خب بچه‌ها، بادمجونامو سرخ کردم، آماده شد. گوشتام هم که آماده کرده بودم. حالا به این شکل توی ظرف پیرکس یا ظرف فر دیگه، چیزی که داخل فر بره، یه دونه بادمجون، یه تیکه گوشت، به این ترتیبم میذارمشون. اگه دوست داشته باشید میتونید گوشتتون رو خیلی کوچولو اندازه بادمجوناتون درست کنید، ولی من ترجیح میدم که تیکه‌های گوشتم بزرگتر باشه. راستش به خاطر اون انقدری چیدم، ولی اون سلیقه شماست. من 2 تا بادمجون میذارم، چون ما خیلی بادمجون دوست داریم. یه دونه بادمجون ولی یه دونه گوشت. به این شکل من همه رو پر میکنم. خب بچه‌ها نگاه کنید، اینجوری آماده کردم، یعنی بادمجون و کبابامو لابلا گذاشتم توی ظرفم. حالا دوست داشتید میتونید از ظرف گرد استفاده کنید، ظاهرش فرق میکنه. بعد حالا سسش آماده میکنم. اینجا اندازه یه قاشق غذاخوری کره با یه قاشق غذاخوری روغن مایه ریختم. کره به خاطر اینکه مزه‌شو خوب میکنه ریختم. بهش 2 تا قاشق غذاخوری رو به گوجه اضافه میکنم، تفتش میدم تا خامی ربم گرفته بشه. خب 2-3 دقیقه ربمو تفت دادم، خامی ربم کامل گرفته شد. بهش قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری هم فلفل قرمز تند دارم استفاده میکنم، بسته به ذائقتون. میتونید شیرینش هم استفاده کنید. اینم یه کوچولو تفت میدم. بعد بهش 1 کاسه آب اضافه میکنم، اندازه 1.5 لیوان آب. حالا میذارم در حد اینکه یه قله کوچولو بزنه. سسم که یه ریز جوش زد، سسمو میریزم روی کبابی که آماده کردم، بادمجون کبابی آماده کردم.
سلیقه شماست بچه‌ها. من حالا روش یه مقدار فلفل دلمه میچینم. به سلیقه خودتون، اگه دوست داشتید میتونید بچینید، دوست نداشتید نچینید. اون دیگه واقعا سلیقه‌ایه. و من چون خیلی فلفل دلمه دوست دارم میتونید از فلفل سبز معمولی هم استفاده کنید. کنارش هم گوجه میذارم روش، اونم میگم بسته به سلیقتون و ذائقتون. به نظر من هم ظاهرش رو شیک میکنه هم خوشمزهش میکنه. گوجه هم یه حالت کبابی پیدا میکنه. حالا من اینو میذارم داخل فری که از قبل گرم شده 170 درجه. 1 رو قبل بچه‌ها من روشن کردم فرمو، میذارم داخل فر 1 ساعت بپزه. خب دوستان، امروزم خیلی ساده و شیک با هم دیگه آشپزی کردیم. یه بادمجون کباب خوشمزه، یه غذای ترکیه خوشمزه درست کردیم. امیدوارم که درست کنید، از هم بی‌نظیرش لذت ببرید. ما خودمون خیلی دوست داریم. فکر می‌کنم یکی از اون غذاهای بازم خوشمزه ترکیه است. حتما امتحانش کنید. برای یک بارم که شده درست کنید، می‌بینید که واقعا پای اصلی سفره‌هاتون میشه. من قراره که با برنج سروش کنم. یعنی با برنج ما دوست داریم می‌خوریم مثل حالت خورشت، ولی دوست داشتید می‌تونید با نون سروش کنید. کلی دوستتون دارم واقعا. هر سوالی داشتید حتما تو کامنت ها ازم بپرسید. من تا اونجا که میشد همه این نکاتش رو گفتم. بازم اگه چیزی بود حتما ازم بپرسید، کامنت بذارید برام. حتما کلی انرژی میگیرم از کامنتاتون. کلی هم دوستتون دارم و ویدیو بعد هم دیگه رو میبینیم.